سلام، من نسیمان. به کانال تجربه ها خوش اومدید. اینجا تجربه های واقعی آدم ها رو میشنوید، تجربه هایی که شاید به درد شما هم بخوره. امروز میخوام براتون از تجربه یکی از دوستامون از ازدواجش بدون اجازه پدر بگم. شاید براتون سوال باشه که همچین چیزی امکان داره. باید بگم بله میشه. در ادامه همراه من باشید. میدونم هر کس عنوان این تجربه رو بخونه توی ذهنش فکر بد دربارم میکنه و همیشه یه طرف قضاوت میشن دخترایی مثل من که به خاطر دل خودشون خواستن پای عشقشون بمونن. داستان ما اینجوری بود که 5 سال با هم دوست بودیم و خانواده هامون در جریان بودن. رفت آمد مختصری هم داشتیم، ولی همیشه خانواده من مخالفت میکردن. میگفتن دختر به راه دور نمیدیم، شماها اختلاف سنیتون زیاده، 10 سال اختلاف سنی داریم. خلاصه خیلی اذیت کشیدیم، با ناسزاهای بسیار زیاد پدرم مواجه شدیم. حالا بماند که من رو کتک میزد، مجبورم میکرد کات کنم و موبایل و ماشینم هم ازم میگرفت. اینم بگم که ما خیلی مشاوره رفتیم. همه میگفتن به هم میخورید، مشکلی نیست، حق رو به ما میدادن، ولی تعصب شدید چشم پدرم رو کور کرده بود و به حرف هیچ مشاور و احدالناسی گوش نمیکرد. چند روز تو خونمون جنگ شدید بود و در آخر صبرم تموم شده از خونه زدم بیرون. رفتم خوابگاه، بعد وکیل گرفتم و درخواست ازدواج بدون اجازه پدر کردم. مسیر سختیه، ولی بهتر از کتک خوردن و مجبوری کات کردن بود. خلاصه سرتون رو درد نیارم. بعد شورای حل اختلاف که پدرم حضور پیدا نکرد، ارجاع داده شدیم دادگاه حل اختلاف. قاضی اول با چک کردن سوابق پسر و من دید هیچ مشکلی نداریم، نه معتاده، نه بیکاره، نه دزده و نه قاتل. بعد رأی مثبت رو داد، چون بازم پدرم حضور پیدا نکرد و برای خودش وکیل میفرستاد. آخرین روزا بود که باز پدرم اعتراض زد، باز خواست منو اذیت کنه. بماند که تهدید شده بودم که بعد دادگاه با ماشین منو زیر میگیره و نمیذاره به ازدواج برسم. به خاطر اعتراضش مجبور شدم چند ماه صبر کنم توی خوابگاه و قاضی دوم پرونده رو بررسی کنه. از استرس داشتم میمردم دیگه، نه راه پس داشتم نه راه پیش، که قاضی دوم هم به نفع من رأی داد. گفت پدر شما از سر لجبازی داره شما رو نابود میکنه. خلاصه که الان 4 سال ازدواج کردیم و خیلی از زندگیم راضیم. عشقمون تو این 4 سال ذره‌ای کم نشده، ولی خب دیگه هیچ ارتباطی با خانوادم ندارم، چون پدرم تهدیدشون کرده در صورتی که من طلاق بگیرم فقط منو قبول دارن. در آخر خواستم بگم بزرگترها هم اشتباه میکنن، همیشه فقط کوچیکترها مقصر نیستن. کاش یکم آدما همدیگه رو درک میکردن و این 2 روزی که زنده هستیم قدر همدیگه رو بیشتر میدونستیم. به خدا این زندگی ارزش این همه بدی و دلخوری رو نداره. با عشق زندگی آسون تر میشه. همیشه پای عشقی که میدونید درسته وایسید و پا پس نکشید به هیچ قیمتی. این تجربه رو شنیدی؟ حالا نوبت توئه که اگه حرفی داری بنویسی. راه ارتباطی با من از طریق دایرکت این اینستاگرام هستش. اگه خواستی تجربه های بیشتری رو ببینی، سابسکرایب یادت نره. خداحافظ.